دکتر عزوقمون تموم شده ها. الان تکلیف چیه؟ باز سنسور کامت فعال شد. مگر فقط من معده دارم؟ شما گشنتون نیست ناموسن؟ آره خیلی گشنمه. وای منم همینطور. بفرما تحویل بگیر. حقاق ناراحتی نداره که چیزی که اینجور فتح فراوون نعمت خدا. و یلا نشونمون بده ما هم بهره‌مند شیم از این نعمات. سه گزینه داریم. گزینه 1 داخل جنگلو قد درختها میوه پیوه زیاد هست، میتونیم بیچینیم بیاریم. گزینه با کدوم آدم سالم شام میوه میخوره؟ همون در تو قاشه دارم گم میخورم ها. بیز هر موقع ستاش گفتم بعد جفت بپر وسط حرفم. یلا بگوز. گزینه 2 20 کیلومتر پایین همین دره و دریا هست. قایق و قلابم گذاشتم همونجا کنار ساحل، میتونید برید ماهی صید کنید. دکتر ماهی صبور اینجا گیر میاد؟ نه کاکا. گزینه 3 وسط جنگل کلی حیوان برای شکار هست. چه حیوانایی هست؟ همه حیوانی، منتها چیز که بتونی بخوریش فقط گراز. حتما انتظار داری با متراش بریم شکار گراز ها؟ میگم خیلی نمکیا، خیارم میمالم بهتا. دکتر خب دست خالی که نمیشه رفت شکار گراز. بابا جونی تفنگ دارم. خیلی همین گزینه خوبه، بهتر از ماهیگیری. تا برسیم دریا 40 کیلو وزن کم کردیم. خب علیاره من برم تفنگو رو بیارم بیام. ولکی جمله چقدر آشنا بود، کجا شنیدمش؟ جاسم عشقم میخوای فردا بری؟ الان هوا تاریک خطرناکه. خطرناک؟ من خود خطرم. این جمله رو یه جا شنیده بودم. پدی برونش آماده شو باید بام بیای. چی؟ اصلا رو من حساب نکنم، من از جنگل میترسم. ولک نمیای؟ یعنی من تحنا برم لاش گوشت؟ ایش اینو ولش کن، خودم همراهت میام. توف تو صورتت، عاطفه از تو مرتره. لازم نکرده تو باش بری، خودم میرم. ولک باورم نمیشه، به غیرت نداشتت برخورد؟ غیرت به من حسودی میکنه. ای گوز، دریای آب ساحل ندارد. با این صدا چقدر ترسناکن. تو رو خدا بیا برگردیم جاسم. ولک چقدر تو ترسویی، این صداها کاملا عادیه. یا بیبی حکیمه، این صدا گرگ بود؟ وای خدا الان میخورنمون. من میخوام برگردم، اگه خواستی بیا. بدی به ناموست من تحنا نذار. اگر برگردیم آبرون پیش زیدم و دکتر میره. به من چه؟ مشکل خودته. یکم دیگه بریم جلو، اگر چیزی نبود برمیگردیم. عینی باشه ولی زود باش. یا صدا باز. آی آخ گردنم، این چیه دیگه؟ آخ کمرم شکست. وای بدبخت شدیم، افتادیم تو تله. همش تقصیر توه، چقدر گفتم برگردیم. کدوم گوادی تله رو گذاشته بود اینجا؟ فکر کنم کار خود دکتر باشه، با این حیوونا رو شکار میکنن. ای دکتر منیوچ از عم بهمون نگفت اینجا تله هست. براش دارم، صبر کن. به نظرم بخوابیم، فردا خودشون پیدامون میکنن. ای صدا چیه؟ پدی بیدار شو، پیدامون کردن. دکتر تونی؟ مای بالا داخل تله. یا بسم الله، دیگه چیه؟ وای پدی بیدار شو، چه وقت بیوش شدنه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا سید نعمه کجای ما؟ یا خدا، پدی پاش عشدتو بخون. بلم کن مامان، بذار بخوابم. وای دوباره قش کرد. خدایا منو ببخش اگر بنده خوبی نبودم، به خاطر همه زید بازی هایی که کردم، عرقسگی هایی که خوردم. جاسم اینا چی هن؟ 2 دقیقه قش نکن ببینیم چه خاکی باید تو سرمون کنیم. من مامانمو میخوام. اولا منم میخوام. دیگه مادرت نمیبینی، دقایق آخر زندگی مونه. خدایا باشه، به خاطر تمام گناهانت، تمام چونی بازیات، از درگاه خدا طلب بخشش کن. من نمیخوام بمیرم. بدی حلالم کن، کاش به حرفت گوش میدادم، نمی اومدیم جلوتر. لعنت بهت، نمیبخشمت کثافت آشغال. ولک اینجا کجاست؟ اینا چیه بالا ستون؟ وای جمجمه انسانه. یا سید عنوان، میخوان بخورنمون.
اینا چشونه؟ دارن چیکار میکنن؟ فکر کنم دارن سجده میکنن. این مجسمه خداشونه؟ آره مثل اینکه بتشونه. کسخلا رو نگاه کن آموسه. قراره بریم تو معده اینا؟ میگم این شکل بتشون یکم آشنا نیست؟ یه جا دیدمش انگار. یکم شبیه برج میلاده. ولک برج میلاد سرش تیزه، این سرش گرده، ربطی به هم ندارن. واقعا باورم نمیشه داریم میمیریم. خود چته؟ نباید امیدمون از دست بدیم. آخه هیچ شانسی نداریم. میگم اگر تو رو باز کرد من میزنم تو تخماش، فرار میکنیم. چطوره؟ دستمون بهش نمیرسه که. راستم میگی. مگر اینکه معجزه‌ش برگردیم به زندگی. جاسم دوست خوبی بودی واسم. من نوکرتم، تو هم همینطور. درود بزرگ میبینم. دوستت دارم. حالمونو به هم نزن ناموسن دم رفتنی. دارن میان. آخ حالا چی کار کنیم جاسم؟ والا خیلی فکر کردم، هیچ ایده‌ای به ذهنم نیومد. وای ما که دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم، حداقل برینیم تو دیگشون. موافقم. یا خدا اومد. چشماتو ببند جاسم. چیکار میکنی؟ شورتمو ول کن گوات. وای جاسم لعنتی این چیه؟ رو تو کوور لاشی. ولک چی شد؟ فکر کنم دارن سجده میکنن. وای الان فهمیدم بوتشون شبیه چیه. گفتم یه جا دیدمش ها. وای خدای من دارن تو رو میپرستن. این چیه؟ تاجه؟ آره تو رو به عنوان پادشاه انتخاب کردن. باورم نمیشه. یا اکثر سیدا و امامزاده ها نجات پیدا کردیم. خدای شکرت. پدی فقط فرار کن. حس میکنم دارم خواب میبینم. آخه چطور ممکنه؟ ولک معجزه شد. آره به خدا. فقط به بچه ها هیچی نگی ها. اوکیه فقط از لباست میفهمن. نگران نباش، 10 تا دشتاشه دیگه همین رنگ و تر دارم.